دوستان گل خسته نباشید. آقا من تو چند تا پست قبلی توضیح دادم که این ست کنترل وقتی ست چراغش روشن میشه مشکل این فقط این ساق سوپاپ است. میبینید این ساق سوپاپ مشکل داره. خب خیلیاتون پرسید چجوری درش بیارید. امروز اومدم آموزش بدم که چجوری درش بیارید که تمیزش کنید که بتونید اینطور رو تمیز کنید. خب ببینید اینجا یه دونه چی میگن سپایه داره، حالت سوپاپ عمل میکنه. چیکار میکنه؟ مثل شیری یه طرف است. اوکی مانع برگشت میشه. خب کاری با اینه در میاری. خب اینجا نکنید یه سولاخ داره، یه چارچوب برمی‌دارید مثل این، نکنید از همین قسمت پایین. خب نکنید اینجا رو، نکنید تموم شده. اوکی بعد با چکش ضربه میزنید اون ساقه در بیاد. الان من در میارم بهتون نشون میدم. دوستان نگاه کنید، مشاهده کنید. من با چارچوب چکش زدم ساقه در اومد. اوکی نکنید این جای پیشگوشی منه، متوجهید؟ هیچ چیزی نداره بگیم مشکل براش پیش بیاد. نه نکنید این قسمت رو تمیز کنید، قسمت آهن رو با اینجا پر جر میشه. اوکی بعد دوباره همینطوری اینو اول جا میزنید، نگاه کنید اینو جا میزنید میره داخل این، بعد این بوشنش رو میذارید. خب با چکش آروم میزنید دوش بره سر جاش. تموم شد رفت. بعد دوباره این ساقه رو بذارید سر جاش مثل روز اولش ببندیدش. دوستتون دارم. یا علی مدد. خداحافظ.